در نکاح ها من الحال نکاح ها نمیرم. بسیاری بچه ها شاید بدانند، میان بر من خبر میدن نکاح، من میگم نمیرم نکاح. برای چی؟ باور کنیم با همین نزدیکی در یک نکاح رفتم اشتراک کردم، این نزدیکم قدر نگذشته است. من دائم نکاحم روپرو است، یعنی شوهر در پیش عروس برده میگذارم و در بین موعظه میکنم، حق شوهر و حق زن خبر میتون و بعد اون نکاح میکنم. این بهترین صورت نکاح انا همین است. وقتی نزد اونها رفتیم، باور کن قریب 30 نفر دختر در اطراف یک دختر جمع شدگی هستند. من فهمیدم که بهترین نکاح همون نکاحی هست که به آسانی به سبکی انجام یابد، مهر کم داشته باشد. خواهر عزیز، در حال همون نفس خطه به همین جوان ببخش، ان شاء الله بخت تو سفید می شود. وقتی از او طلب کردم، همون دوگانه های بی حیایی که نه روی مال دارند نه پیشی بری بسته دارند، باور کنین امو منظره را دیدن در آدم گویا که یک دوزخ دیده است. اینقدر منظره ناراحت کننده برای آدم مسلمان است. از زیر کش امو قپیدن تا اگر 300 سامانی نمیتین ایحا نمیگن. 300 سامانی. این دوگانه ها من نمیدانم که مادری او هستند، پدری او هستند، تربیت کننده او هستند که اینقدر سوم طلب میکنند. اونا از کجا حق دارن؟ اونا یک سوم حرام میکنن، یک سوم. اونا چه حق دارن که در بدل بخشیدن همون دختر 50 سامان یا 100 سامان یا 300 سامان طلب میکنن؟ چرا اونا طلب میکنن؟ من مادرشو فریاد کردم، در اونجا مادرها نشستگی بودن، کمپیرها نشستگی بودن. گفتم ای مادران، فرزندای شما هستند، همیشه که اینا رو نصیحت کنین که پیش از آن که 300 سامان میگیرد وای روی مالش در سرش اندازد، گردنش محکم کند. برعکس در اینجا آمده شوی دراز مثال خنده و مگنیتوفون بلند نماند. آخه این از همون منظره هایی که در نکاح ما و شما انجام می‌یابد. پدرای عزیز، برادرای مهربان، همه شما اولا شکرانه کنین که در خانه شما نکاح می‌شود و بعدا پیش از نکاح همون دختر را شنانین و بفهمانین که همون زمانی که مولا میگوید همون زمان ببخش که دخترم تو نیکبخت میشوی. و این دوگانه هایی که در اطراف تو هستن ها در یک کنج خانه میشینن، شر نیست 20 دختر آوردن. این قدر اسراف، این قدر بی‌معنی ها در معرکه ما و شما هستند. اینا را شما میتوانین، هر یک پدر و مادر میتواند که همین ها را جابجا کنند. السلام علیکم داملای عزیز، یکی از پسران همین شهر کولاب باستانی می باشم. استاد، من میخواهم یک چیز را فهمم. حافظی کردن شخص در نزد خداوند گناه است، یعنی کسب حافظی؟ از امین جان مقیموف.
یعنی اسلام حرام میگرداند همون حافظی را که از وی هیچ منفعت نباشد. یعنی شنیدن چنین سرودهایی که تماما به انسان فایده ندارد، یگان پند آمیز نیست، یگان نصیحت آور نیست، اینها را شنیدنش اسلام حرام میداند. باز اسلام حرام میداند که در اون حافظی که اگر زن مردها یک جایه باشند، یک جایه رقص بازی کنند، اگر این گونه حافظی باشد و این گونه آمیخته شدن زن و مردها باشد، این اسلام نهی کرده است، اسلام این منع کردگی است. و البته به البته اون کسی که در این خیل معرکه حافظی میکند و در نزد خداوند سگ از سگهای دوزخ است. که وقتی که این معرکه فسق و فساد وای تشکیل کننده است، چگونه که یک آدم برای نوحگرها، یعنی برای آن کسانی که در مرده ها گریه میکنند، برای اونها طعام میدهد تا که اونها قوت پیدا کنند، در این گناهکار میشود. این گونه اون حافظهایی که زن مردها را یک جا میکنند، مست الست یک جایه میکنند و خود اساسگزار این معرکه هستند، اینها در نزد خدا البته مسئول و گناهکار هستند. لیکن حافظی باشد که دخترها به خودشان مثال یگان رقص و بازی دارند، خواب شیرخوانی دارند، گفت و شنید دارند، این اسلام من نمیکنه. که وقتی دخترها بین خود باشند، مردها بین خود باشند، اینا را اسلام هیچ وقت من نمیکنه. مگر اسلام ضد همون معرکه و حافظی است که اگر زن مردها آمیخته باشند یک جای رقص بازی کنند. در مسئله چی خلاصت الفتوا، چی درالمختار، چی فتوای بزازیه، چی فتوای هندیه میگوید که وقتی که اگر شما میشنوین که در فلان معرکه این گونه عراره شدن زن مرد است یا دادن عرق است، وقتی شما را دعوت کردن دعوت رد کنید، در این دعوت قبول نکنید. اگر چند رسول اکرم میگوید ای تو دعوت اذا دعیتم، هر جا که شما را خواندن در گردن شما واجب است که اون خانه دا حاضر شوین. لیکن این گونه معرکه باشد، اسلام رخصت نمیدهد که شما در اون معرکه اشتراک کنید که شما گناهکار میشوید. حتی مخصوص درالمختار میگوید که پیشواها، کسانی که مردم اونها را میشناسد، اینها تماما حقوق ندارند که در این معرکه ها اشتراک کنند. یکی مبادای میگوید که از رفتن پیشوا اگر همون معرکه به معرکه اسلامی مبدل گردد، این حالت در اسلام رخصت میدهد که همون پیشوا رفته در اون معرکه اشتراک کنه. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان، خدا شما را علمتان را زیاده گرداند که از پند و نصیحت های شما خیلی بهبودی در حیات من و رفیقانم و زن و خواهرانمان پیدا شده است. ما در غایبی در حق شما دعای خیر میکنیم. کلا با شما آباد است. آیا خون کافر را بر بدن مسلمان بیمار ریختن جایز است یا نه؟ یعنی مولانا مفتی محمد شفیع در فتوای محمودی این مسئله را میارد که اگر علاجش باشد خون مسلمان در خون کافر در مسلمان نریزین، اگر علاجش باشد. لیکن اگر علاج نباشد و غیر همون خون کافر دیگر هیچ خونی نیست که مثال در همین بیماری مسلمان مثال ریزن، این حالت دا می توانید که شما همون خون کافر آورده در بدن مسلمان بریزین. اگر علاجش باشد چیکار کردن در کار؟ پرهیز کردن در کار، استفاده کردن در کار نیست. انگشتری آهن برای مرد و زن درست است یا نه؟ اگر انگشتری از طلا باشد، از